مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 7 و 8 اکتبر سال 2022 در 3 صدمه نقلیاتی در کنار شهر روغون و ایسار و در ناحیه جبو رسولوف 3 نفر از جمله یک کودک 4 ساله به هلاکت رسیده، دست کم 5 کس دیگر جراحت برداشتند. از جمله صبح 8 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 0:55 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل قادروف دولتمند سال تولدش 1997 ساکن شهر روغون هنگام حرکت در دهه سرای نویه ورزوب قاعده حرکت راه رو ویران نموده به قسمت عقب ماشین کماز تحت اداره راننده فاضلوف قدرالدین سال تولدش 1966 ساکن نویه لخش برخورده است. راننده اوپل پس از این توپ خورده به سمت مقابل راه برآمده است و به ماشین تمغه لکسوس که به سعیدوف تاج‌الدین سال تولدش 1993 ساکن شهر روغون تعلق دارد برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل قادروف دولتمند و برادرش قادروف نظرعلی سال تولدش 1979 ساکن شهر روغون و جینش قادرزاده بینظیر دلشاد سال تولدش 2004 جراحت جسمانی برداشته. قادروف نظرعلی هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. همچنین 8 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 2:50 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا صادقوف صاحب نظر سال تولدش 2001 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از کوچه ترسونزاده به سمت بازار سمای شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه تویوتا کرولا تحت اداره ابراهیموف امامعلی سال تولدش 1990 ساکن شهر مذکور برخورده است. سپس پیاده‌گردان بابای و باریگل سال تولدش 1968 و خورسال بابانظروف امینجان سال تولدش 2018 را پخش کرده است. امینجان خورسال در جای حادثه به هلاکت رسیده. راننده ماشین تویوتا صادقوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. اینچنین 7 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 15:30 دقیقه راننده ماشین تمغه دیوتیکو مارسولو و دلفوزه سال تولدش 1975 ساکن نویه سپیتامین هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود قلقنداز نویه جبو رسولوف قاعده های حرکت را دغلانه ویران نموده به سمت مقابل حرکت راه برآمده است و به ماشین تمغه لکسوس تحت اداره ایتوف قابل سال تولدش 1960 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین تمغه دیوتیکو عمرقلوف شفقت سال تولدش 1962 ساکن نویه سپیتامین جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده دیوتیکو مارسولو جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.